مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 مای از آشکار شدن دو کردار قلابی به مبلغ‌های بزرگ خبر داد. از جمله به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه سینا با عریضه یک زن 55 ساله ساکن این نویه مراجعت نموده است که یک مرد 33 ساله که رئیس بینای رقم 41 در کوچه سینا بوده است در مدت 14 ماه از 70 نفر ساکنان این بنا و شرکت‌های ویلون موبایل و اینترکام 49500 سومانی گرفته وعده داده است که بنای مذکور را تعمیر میکند، اما مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینا با عریضه جوان 25 ساله ساکن این نویه مراجعت نموده خبر داده است که ماه اکتبر سال 2020 در کوچه ایسار مرد 28 ساله ساکن امین نویه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک ماشین تمغه تویوتا کارولا را به مبلغ 130,000 سومانی نرخگذاری کرده گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال بر نگردانیده است. در رابطه با این حادثه تفتیشات ادامه دارد.